بنان کسی که قهر کرده سر ما یک معذرت خواهی حق داره. اگر روابط بسیار نزدیک نیست اونم معذرت میخوایم دیگه، کس قدر خدا فهمید نفهمید خدا نگهدارش. ولی بعضی وقت مثل روابط خانوادگی است، استاد برادر است، خواهر است، همسر است، چی کنیم؟ باز دیگه اگر برای ما آدم مهم است بار بار ازش معذرت میخوایم، نازش میتیم، رویش میبوسیم، واسطه سرش میکنیم، بالاخره آشتی میکنه. خدا پریشان نکنین. و قهر چیز خوب نیست. زود آشتی کنین، زود هم دیگر رو ببخشین. عمر وفا نداره. بعضا کسای مای نخوانیم هم یک قهر بودن یکی از طرفا فوت کرده و یادم جگرخون سالمی کاش کشتی میکردم از آب وجدان گرفته شه. قهر پدیده خوب نیست، انسان کتش بد معلوم میشه. قدرم دیگر بفهمیم، محبت بتیم. بعد از اینکه یک کسی فوت کرد چی گریه کنیم و به سر روی خود بزنیم، هیچ چیزی حل نمیشه.